پادپالکوونیک بایوش جلالوف فرزند گنرال مایور توجک عبدالجمال جلالوف که در صف ارتش روسیه خدمت میکرد کشته شده است. در این باره روز 20 آگوست سال 2023 از مردخانه حوزه حربی جنوبی ارتش روسیه که در شهر رستو ولابدون جایگیر شده است خبر دادند. در این مرگ اساساً جسدهای حربیان در قلمرو اوکراین کشته شده را نگاه می‌دارند. گنرال عبدالجمال جلالوف روز 21 آگوست در صحبت کوتاه با پایگاه خبری بامداد کشته شدن پسرش را تصدیق کرد، ولی از ارائه تفصیلات کی، چگونه و در کجا کشته شدنش خودداری کرد. او تصدیق کرد که پسرش از طرف روسیه می جنگید و نگفت که در کجا. تفصیلات دیگر درباره مرگ پادپالکوونیک بایوش جلالوف در دست نیست. عبدالجمال جلالوف سالهای طولانی در میلیتیا کار کرده. در سالهای 90 سردار بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود. بعد رفتن از این مقام گنرال شیلاری خیراللهیف وزیر وقت مدافع تاجیکستان عبدالجمال جلالوف را به وزارت مدافع آورد و سردار ریاست کادرها تعیین کرد. او در همین مقام صاحب عنوان گنرال شد و بعد به نفقه برآمدنش به مسکو کوچید و امروز اهل خانواده‌اش در آنجا به سر میبرد. پادپالکوونیک بایوش جلالوف دست کم نفر دوم از پیوندان گنرال های تاجیک است که در جنگ اوکراین کشته می شود. قبلا خبر داده بودیم که زاده تاجیکستان و ساکن نویه ژوکوف اسلم فیزیف در جنگ اوکراین کشته شد. اسلم فیزیف نبیره گنرال مرحوم تاجیک ظفر میربابایویچ فیزیف سردار سابق ستاد کلیو گنشتاب ارتش تاجیکستان و یکی از اساسگزاران ارتش کنونی این جمهوری بود. از اول جنگ روسیه به ضد اوکراین درباره هلاکت 10 تن از زادگان تاجیکستان خبرها به دست رسیدند. قریب همه آنها از طرف روسیه می جنگیدند. از جمله تقریبا 30 تن آنها محبوسان بودند که از محبس‌های روسیه با وعده عفو و آزادی زود به اوکراین بردند. همین طور بسیاری از زادگان تاجیکستان که شهروندی روسیه را به دست آوردند در صورت دعوت شدنشان به خدمت حربی می توانند به اوکراین فرستاده شوند. همچنین در سراسر روسیه با وعده معاش بلند و زودتر گرفتن شهروندی این کشور مهاجران تاجیک را تشویق میکنند که برای خدمت حربی قرارداد بندند.